یکی از مسائل مهم تو فروش شخصی سازی فروشه. یعنی شما به عنوان یک فروشنده اگر فکر کنید به همه مشتریاتون میتونید به یک شکل، با یک لحن، با یک سری کلمات ثابت محصولتون رو بفروشین، سخت در اشتباهین. در واقعیت بخشی از فروش برمیگرده به اینکه چقدر شما مشتری رو درک میکنید، چقدر میتونید خودتون رو بذارید جای مشتری و مشتری رو بذارید جای خودتون و ببینید انتظارات مشتری از شما چیه و اون انتظارات رو برآورده بکنید. گاهن میبینید انتظار اینقدر ساده است، اینقدر چیز شفافیه که کار خودتون رو راحت میکنه و اون معقوله ثابتی که به عنوان فرایند فروشتون انتخاب کردین خیلی پیچیده‌تر و سخت‌تر از چیزیه که مشتری بهتون اعتماد داره. همین 1 دقیقه پیش من بعد از 3 ماه چالش با مشتری بالاخره تونستم به اون درک درست از ارتباط برقرار کردن با اون مشتریم برسم. بهترین محصول رو بهش میدادم، سر وقت بهش بار میدادم، 12 شب بار میخواست براش بار ارسال میکردم، بهترین قیمت رو بهش دادم تا اونجایی که تونست از من تخفیف گرفت، بهترین بسته‌بندی، رفتار درست، ولی بازم مشتری من رضایت نداشت. یعنی واقعا هر دفعه ما با هم دیگه صحبت میکردیم یه چالشی داشتیم ولی خب من به زور کارو نگه می‌داشتم. امروز متوجه شدم این مشتری فقط میخواد کنترل کل ارتباط من و خودش رو در دست بگیره و سلام نامه تمام. نه به اون صورت کیفیت براش مهمه، نه اونقدر قیمت براش مهمه، فقط دوست داره بگه آقا من میگم این قیمت، من میگم الان بیا تسویه کن، من میگم الان برای من بار بفرست، من میگم الان بیا این بار رو ببر و عودت بده یا هر چیز دیگه. پس در وهله اول شما سعی بکنید که مشتری رو درک بکنید. یه وقت میبینید که یک چیزی از شما انتظار داره که خب سخت و پیچیده است، انجامش بدید، دمتون گرم، وظیفتون رو به عنوان فروشنده. یه وقت هم میبینید چیزی که ازتون میخواد خیلی راحت‌تر از اینه که شما در موردش فکر کردین. در مورد مقوله شخصی سازی فروش حتما بخونید و مطمئن باشید که باعث میشه خیلی موفق بشین.